آقای آهی، از شما در ابتدا بشنویم که اگر اشتباه نکنم در استنفورد هستید. شما به ما بگید که بله بفرمایید. بله همینجا هستم و الان هم در جریان هست. تو همین الان چند تا از چهره های اون 6 چهره موسوم بشه چهره جورج تاون با طریق مجازی رفت هستن و گفتگو هست با اونها و با مدعوبین نشستی که دیروز تمام روز در استنفورد بود. اونجا چی کار میکنید؟ عملا چه اتفاقهایی داره میفته؟ به طور کلی گفتید چهره‌های مخالف هستن، کسایی که در جورج تاون بودن. بله اونا هستن. خود استنفورد بسیار کار شده بود روی یک پروژه گذار، آثارش رو در gozar.org دیدید یا میتونید ببینید که در دانشگاه MIT با یک بررسی نقطه نظرهای مختلف که 3 ماه الان در دست تهیه هست آمدن و انباشت این نظرها رو راجع به مسئله انقلاب زندگی آزادی، گذار از جمهوری اسلامی، پروژه های بعد از اون پرسیده بودن، مورد بحث قرار گرفت، پنل های زیادی بودن و فکر میکنم از نظر فکری خیلی غنی. بسیار خوب. چه اتفاقی داره میفته الان در سمت اپوزیسیون؟ مثبت رابطه هم دارن. خود من قرار بود الان در تورنتو باشم، یعنی نصف شب پرواز کنم از استنفورد برم به تورنتو، ولی کار جمع‌بندی استنفورد طول کشید، نرسیدم به اون هواپیمایی که منو برسونه به تورنتو و طریق مجازی به اونا دست میدم. نه واقعا همه دارن سعی میکنن نزدیک بشن. این نفاق افکنی سلاح دیکتاتوری اینه دیگه. مخالفین خودتون نفاق بندازیم بینشون تا بتونیم پیروزشون و سر جای خودتون بمونیم. دارن موفق میشن که ریشه های این نفاق افکنی رو پیدا بکنن، دیگه گذر کنن از این مسئله جمهوری و پادشاهی مشروطه، نمیدونم چپ راست اتنیک مرکزگرا و روی اشتراکات سنگ بنای یه حرکت به سوی آیندهی بهتر برای ایران رو بذارن با در نظر گرفتن اختلافات و اینی که راه حل دموکراتیک پیدا کنن باشه. قراره که این در واقع نقاط اختلاف چگونه به نقاط اتحاد تبدیل بشه؟ راه عملی دارن؟ همین الان مثل همه کشورهای دموکراتیک به این نقطه نظرهای مختلف تو کشورهای دموکراتیک وجود نداره. خب میشینن دور هم یک قاعده رو میذارن که رأی مردم آخرش حاکم میشه. یک اصولی هم هست، اصول حقوق بشر جهان شمول، روش توافق میکنن و بعد وارد مبارزه مشترکشون میشن که گذار از یه استبداد دینیه. الان اتفاقا خانم عبادی داشتن صحبت میکردن، خانم مسیح علی نژاد با لینک داشتن صحبت میکردن. گفتم مگه ما خودمون 6 تا چهره مگه اختلافات نداریم؟ داریم. ولی کدوم کشور است که اختلافات درش وجود نداره؟ اینا نباید موجب بشه که یه دیکتاتوری دینی اونجا بنشینه و حاکم بر ما باشه. اینجاست جایی که بهش رسیدن خیلی هم متفاوته. بسیار خوب. آقای شما در تماس هستید با خیلی از گروه‌های سیاسی، با خیلی از چهره‌های اپوزیسیون. به نظر شما این وزن داخل اصلا در نظر گرفته شده؟ مکانیزمی برای ارتباط با داخل وجود داره؟ در تصمیم گیری هایی که در بیرون انجام میشه، در نشست هایی که انجام میشه، وزنی به داخل داده میشه یا نمیشه؟ هنوز نه به اندازه کافی. من 100% موافقم با اون کلام پایانی آقای مهدوی آزاد. ببینید یه انقلاب زندگی آزادی، جوانها توی خیابون، یه حرکت واقعا متمدن با روحیه مدرن نیانبرشی اسمشو میذارن شکل گرفته. این اپوزیسیونی که 40 سال بحث میکرده، دستاوردهایی داشته، به یه گفتمان غالب حقوق بشر و دموکراسی رسیده، عقب بود از اون، میخواد بهش کمک کنه و این کمک بیشتر در قالب کارهای حقوق بشری ظاهر میشه. ولی برای اینی که برسه به یه دولتی کفایت این رو داشته باشه که تحویل بگیره زمان امور رو، که فروپاشی نشه،
که فقط یه چیز انقلابی مخربی وجود نداشته باشه، باید وارد دیالوگ بشه. همونطور که آقای مهدوی آزاد گفتن، با بخش هایی که دست به قدرت دارن و خودشون به این نتیجه رسیدن که این رژیم آینده نداره. خیلی هم بهتر از بقیه میدونن چرا آینده نداره و میخوان راهی رو پیدا بکنن. این رو دیگه فقط چهره‌های حقوق بشری نمیتونن بهش برسن. به خصوص اون بخش بزرگ خاکستری، مردمی که زندگی معمولی دارن میکنن و موضوعات زندگیشون موضوعات امنیت، اقتصاد، چهره‌هایی رو ببینن، برنامه‌هایی رو ببینن که برنامه‌های سازنده و کشورداریه و نه فقط حقوق بشر. خیلی مهمه ولی نه فقط حقوق بشری، مسائل کشورداریه. و این دیالوگ الان من دارم میبینم نقطه عطف اون جایی که و خیلی هم اونایی که خیلی حرکت انقلابی و حقوق بشری میکنن ممکنه اشتباهاتی در روی کردشون، در ایماژی که از خودشون نشون میدن باشه که همچین جذاب برای اون نیروهایی در داخل حکومت که دست به قدرت دارن نداشته باشه. باید به این مشکل الان پیروز بشه. دقیقا میگی منظورتون چیه؟ ببخشید. مثلا عرض میکنم توی منشوری که در آمده مسئله انحلال سپاه مطرح است. خب انحلال سپاهی که دستگاه اطلاعاتی، ستاد عملیاتی نیروهای انتظامی توش هست، اگه الان بگیم فوت شد، منحل شد، کل نیروی انتظامی از بین میره. بعد این ورشم میشینیم اجازه بدید. خب حالا آقای آهی، شما دقیقاً حرفتون چیه؟ شما بحث انحلال سپاه پاسداران رو بهش مشکل دارید؟ یعنی دقیقاً چی دارید میگید؟ آقای مهدوی آزاد حرف رو برای زدن. پس شما موافقیم با تحلیل ایشون در مورد صحبت خودتون؟ همونطوری که گفتن ما با زبان بی‌زبونی گفتن. یعنی شما میگید سیستم سپاه پاسداران همینجوری که هست سر جاش بمونه و بعد مثلا نظام عوض بشه؟ نه. توضیح بدین لطفا چی میگید؟ مأموریت سپاه پاسداران الان حفظ نظام و انقلاب اسلامیه. مأموریتشو میتونین تغییر بدین، یه تغییرات بزرگی در بالاش میتونین بدین، ولی اینجوری نباشه که من نمیگم مسئله ایران عین مسئله عراق، اصلا خیلی فرق داره، ولی با انحلال گارد عراق 10 سال برقراری آرامش، 20 سال بازسازی عراق عقب افتاد. مردم حق دارن بدونن اون چیزی که میخواد بیاد سر کار بخش‌هایی از این حکومت رو که میتونه واقعا مؤثر باشه در امور اداری کشور، در امنیت کشور رو حفظ کنه، نه فقط یه روی کرده انقلابی که میخواد همه اینا رو داغون کنه و از بین ببره. اون وقت بازسازی کشور خیلی مشکل میشه. این چهره رو و بعد کفایت‌هایی رو باید نشون بدیم که کفایت‌های کشورداری هستن و نه فقط حقوق بشری. این چرخش، این دگردیسی باید توی اپوزیسیون تحدی به وجود بیاد. اینجا استادیم الان. اتفاقا ببینید الان ایرانی هایی دارن وارد صحنه میشن که تا 6 ماه پیش به فکر زندگی خودشون بودن، بسیار موفق هستن، سازنده هستن، تو همین توی سیلیکون ولی، توی استنفورد مثالشون رو میبینن و در تماس بودن با ایران، با بعضی از مشکلات زیست محیطی زیربنایی ایران در تماس بودن. اینا الان دارن میان ولی جاشون توی اپوزیسیون سنتی نبوده. این چهره ها رو هرچی بیشتر ببینین، امید به سازندگی، امید به معقولیت، عقلانیت و توان مدیریت منابع برای سازندگی کشور بیشتر میشه و بعد با همتایات خودشون در دستگاه اداری کشور، که همه دستگاه اداری کشور که نمیتونیم فردا تغییر بدیم. نگه داشتن یک ارگانی که کارش سرکوب مردم بوده در همه این سالها الان چه کمکی میکنه برای کشوری مثل ایران که خب ارتشش رو هم داره؟ همونطور که خانم باید گفتن، مردم در داخل ایران به این نتیجه رسیدن که این حکومت رفتنی هم خواهد. این اجتناب ناپذیر. مهم اینه که چی جاش میاد. بشر میدونیم برخلاف حیوانات اکسیون امروزش تا به انتظاراتش راجع به آینده. آخه این مسئله این که میره حتما میره مردم میخواهند بروند یک مسئله است، این که راه رفتن به اون سمت و این که جمهوری اسلامی چگونه میره. دارم به اون میرسم. ببینید 4 نوع حکومت موقت با داریم که حکومتی میره 4 نوع حکومت هست.
یکی کرتیکره. وقتی که تسلیم میشه حکومتی میگه نگه میدارم فعلا برای که یه آلترناتیوی بیا تحویل بگیره. خب این که ممکن نیست با جمهوری اسلامی. یکی یه اوضاع انقلابیه که تمام اون ساختار قبلی رو داغون میکنه، مثل انقلاب اسلامی چیزی نمیذاره برای اینکه بعد از صفر شروع بکنه، اگرم کفایت چه داشته باشه بسیار هزینه بزرگی متقبل میشه. ولی راههای خوب مثل آفریقای جنوبی، مثل گاندی با توافقش با انگلیس ها، مثل لهستان مذاکرات لخ والنسا با یاروشلسکی یه چیزایی رو حفظ میکنه. یعنی یه چیز مشترکی، حکومت مشترکی از نیروهای توان سازنده با توان مدیریت، چه برای امنیت چه برای اداره امور سیویل کشور استفاده میکنه. اگه ایماژی که الان نشون میده اپوزیسیون خیلی بستگی داره به اینکه کدوم یکی از اینا بشه و یکی از اینا باید بشه برای اینکه اون فاجعه نوع چهارم که یه حکومت خارجی میاد دولت موقت رو درست میکنه به وجود نرسیدیم به اونجایی که مثلا بمب اتمی رو بسازه جان درست قبلش حمله بکنن همه چیز از بین ببرن. یعنی من موافق این نیستم که ما تکیه به دولت خارجی بکنیم برای این تغییر. تنها نوعی که اونا میتونن داخل بشن نوع بسیار بدیه. بنابراین بهترین راه همینه که تمام توانهای موجود و قابلیت سازندگی رو در داخل نظام حفظ بکنیم، این ایماژ رو بدیم به وارد این تعامل میخوایم بشیم، چهره‌های سازنده کشوردار این و نه فقط حقوق بشری با همتاهای خودشون در داخل کشور و خواهید دید به سرعت اینا میتونن شرایطی به وجود بیارن که اون قشر باریک بالای ولایی دیگه نتونن اصلا سر جای خودش بمونن. آقای آهی اگر این بخش صحبت رو در نظر بگیریم، آیا اپوزیسیون رو باید مسئول هر آنچه که در آینده اتفاق بیفته دید؟ یه دقیقه. نه ممکنه اصلا رولی بازی نکنه، ممکنه رول خیلی خوبی بازی بکنه، بستگی به درایتش داره. بحران زدگی رژیم هست، مردم تو خیابون آمدن، باید منتظر تردید در نیروهای مسلح برای سرکوب شد تا رده های بالای حکومتی هم حتی بعضیشون جدا بشن. اون وقت اینجا دیگه دست کم میشه بی‌طرفی دولت‌های خارجی رو تأمین کرد. این راه گذار از به دولتی که بتونه سازندگی بکنه. اینه که قشر خاکستری مردم میخوان.